time I come a nigga gotta set it, then I gotta go and then I gotta get it, then I gotta blow and then I gotta shut it. Any little thing a nigga think that he be doing, cause it doesn't matter, cause I'm gonna dead it, then I'm gonna murder everything and anything about a boom, about a bing. I gotta do a lot of things to make it clear to a couple niggas that I always win and then I gotta get it again and again and again. این هفته خبر تو خبر داره براتون از کرونا ولایت که نمایش واکسن زنی رو انداخت و برای فروش واکسن‌های دوغکی نظام بازارگرمی کرد. بعدم نوچه چماقدار عظما یعنی قالیباف خودش رو انداخت وسط تا با پاچه‌خواری از عظما نمایش واکسن رو تکمیل کنه. در پایان وظیفه خود می‌دانم به عنوان نماینده مردم از طرف ملت شریف ایران از رهبر معظم انقلاب بابت اعتمادی که به جوانان کشور داشتند و با رعایت نوبت پیشتاز تزریق واکسن ایرانی شدن تشکر و قدردانی کنم. بعد از این بود که اون چنان نفرتی از طرف مردم روونه بیت عظما شد که کل نمایشش روی سر و عمامش خراب شد. بعد از اون نوبت به سرتشتک خالیبنده یعنی سلامی رسید که تا به شیوه رونمایی از در قابلمه و کرونایاب از واکسنی به نام نورا رونمایی کنه. حالا اگه دستم بزنید دیگه تکمیل میشه. این رونمایی طبق معمول با قمپوزهای پاسدار سلامی همراه بود که نیازی به توصیف نداره و خودش گویای همه چیزه. من فکر میکنم دیگه الان وقت اینه که ما به آمریکایی ها بگیم که ما بهتون واکسن میدیم، اگر کمبودی دارید ما حاضریم کمکتون کنیم و در همه عرصه ها این اتفاق خواهد افتاد. یکی از این عرصه ها درست کردن بوق بدون برقه که اگه پاسدار سلامی ببینه از اونم رونمایی میکنه. عزیز سلام، خوبی؟ علیکم سلام، حال خوبه؟ شاکرم. عزیز جریان این بوقو چنه؟ این بوق والا من هرچی این بوق می‌خریدم علاوه بوق 200 تا 300 تا میدادم یه رو درود جواب بو نبود. بغل من که ماشین رد میشد اصلا که میزدم صدا نداشت. من رفتم داخل اسباب بازی بشه کوچیکا علاوه دیدم که یه اسباب بازی بوقی وجود داره. گفتم همین چند قیمت ما خریدیم علاوه زدیم برایش تو جاده که میرم میزنم کیف میکنه تریلی بو هر چی بو میکشه کنار نه برقی مصرف میکنه نه بنزین فقط یا فوتیکا درست میشه اصلا تریلی باشه اسکانیا تر هر چی باشه یه مشنگی هم پیدا شد که ظاهراً سرپرست تیم واکسن جدید آخونداست. این طرف مدعیه که واکسنشون 100% ایمنی داره. بابا فایزر هم چنین ادعایی نداره، چی میگه این؟ بر روی سویه اورجینالی که ابتدا بوده این واکسن 100% افیکیسی داشته و پروتکشن رو ایجاد میکرد. آخوندا هر چقدرم ادا و اطوار در بیارن و فیگور بگیرن النهایه مشت آخر رو از مردم دریافت میکنن. از اون طرف بشنوید از بوفالوی ولایت که بعد از تحریم نمایش انتخابات به صحنه اومد و مدعی شد که 80% توی نمایش شرکت کردن. البته
در حقیقت مشارکت مردمی بیش از 80% بوده است. منتها به خاطر اخلالی که در توزیع تعرفه ها و صندوق ها شد، این بخش عمده‌ای از افراد، حتی چندین میلیون، اینها موفق به رأی دادن نشدند. کارشناسان صادراتی آخونده هم مأمور شدن که زیراب نی قاطع مردم ایران رو توی رسانه‌های فارسی زبان بزنن و اینجوری به عظما سرویس بدن. یکی اینکه اون نی بزرگی که قرار بود هولوحوش 20% مشارکت وجود داشته باشه اون اتفاق نیفتاده. حالا شما چه خوشتون بیاد چه نیاد، دلایل خودش رو هم داره که چرا اتفاق نیفتاد. یا مثلا در جای دیگری که خود شما خوندید که در طول تاریخ اراده ملت بوده است که چراغ راه آزادی بوده است. این حرف غلطه. آقای پرهام فکر میکنید چرا اون نه اتفاق نیفتاد به نظرتون؟ میگید یه دلایلی داشت، دلایلی که بله اون نه اتفاق نیفتاد برای اینکه ببینید باید رهبری سیاسی جایگزین، قدرت جایگزین، آلترناتیو شکل بگیره تا نافرمانی به معنای دقیق کلمه و کمرشکن کلمه شکل بگیره. البته در مقاطع حساس خود آخوندا آدرس آلترناتیوشون رو میدن. اونایی که پای صندوق هم نمیان اگر محظور شرعی یا محظور عرفی نداشته باشن اونام رأی میدن، تا رأی به دشمن میدن، رأی به منافقین میدن. شما حاضر رأی به منافقین بدید؟ در مورد نی قاطع مردم ایران هم کاری از لابیای رژیم بر نمیاد، چرا که الان این خود آخونده هستن که در جنگ و دعواهای باندی همدیگر رو لو میدن. مثل این که میگه بابا 48% چیه، مشارکت 20% هم نبود. کلان شهرهای ما مدیر برای جمهوری اسلامی دارن پرورش میدن. درصد مشارکت اینا چنده که تو هی نشستی میگی 3% آوردن پایین، مثلا از 50 نامرده آوردن پایین تر. عزیزم مشکل ما دیگه 48 است، مشکل ما 20. درصد مشارکت خود شهرها رو اینا هستش، یعنی اینجوری نیست که کسی مخفیگری کنه، همه میدونن. آخوند روحانی این دم آخری هم دست از خالی بندی بر نمیداره و تلاش میکنه تا با این اراجیف برای خودش و کابینه دزدش آبرو بخره. چون این هم خیلی کم گفته میشه که در این دولت بود که آب، برق، گاز برای کم مصرف ها و مخصوصا برای روستایی ها که اونا خب کمتر مصرف میکنن مجانی شد. این مجانی شدن هم بعضیا خیلی سختشونه بگن. این روباه بنفش 8 ساله با کمک ولی فقیهش هر بلایی خواسته سر مردم آورده، بعد تازه طلبکارم هست، میگه چرا مردم از من تشکر نمی کنن؟ کشور رو بدون نفت اداره کردیم، یک نفر نیامد این رو بگه آقا این دولت خسته نباشید، شما کشور رو در تاریخ برای بار اول در طول این 100 و خورده ای سالی که نفت کشف شده کشور ایران رو بدون نفت اداره کردید. این هم یه نمونه از واکنش‌های مردم در فضای مجازی به نحوه مدیریت شیخ فری. آلو چه کیلویی 70 چغال کیلویی 60 دیگه هیچی نباید خود دهنامون با ماسک بسته. کیلو 30 تومنه موزیک اندازش قدش هسته، نمیشه هیچ خرید اصلا، چه یه دونه چه یه دسته. چغاله چرا انقدر گرونه، آب هستن از دست دلم خونه. چغاله چرا انقدر گرونه، آخ هستن از دست دلم خونه. نگوشنم
مرغ و نه ماهی نه روغن تو خونه دارم، دهن بچه هم جای خوراکی ماست میذارم، نه نور و نه پنیری هست نه قند و چایی تو خونم، گرفته حالم انقدر که الان با باز میخونم. پول 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 آخ کی جا تو میدونه، آخ پس از دست دلم خون. پول 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 آخ کی جا تو میدونه، آخ حسن از دست دلم خونه. سبزعلی رضایی هم به رغم پایان نمایش انتخابات همچنان خبرسازه و خاطره هایی که در جریان تبلیغات نمایش انتخابات ساخته هنوز سوژه فضای مجازیه. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام. محسن رضایی میرقائد برنده جایزه پوشکاش شد. دیشب در مراسمی که با حضور بزرگان فوتبال در شهر میلان ایتالیا برگزار شد، این بازیکن ارزنده کشورمان به خاطر به ثمر رساندن این گل زیبا موفق به کسب جایزه زیباترین گل سال 2021 شد. And the winner is Mohsen Reza Mirdad. همه میدانند که من در تمام دوران زندگیم میگفتم آقا مهدی یا ساشین آذربایجان. آخوندا بد جوری بازارشون کساد شده، با این حال دست بردار نیستن و هر بار یه شوی جدید اجرا میکنن. جدیدترینش اینه که میخواست با پاسدار سلیمانی برای نمایش انتخابات رأی جمع کنه. دلیل دیر اومدنم این بود که حاج قاسم رو این موقع به شهادت رسوندن، موقعی که ملت ایران خواب بودن، موقعی که ملت ایران تو خواب بودن حاج قاسم ما رو اربا کردن. حالا من پیغام دارم به آمریکا، به همه دشمنای ایران که ما بیداریم. الان این موقع شب ما بیداریم تا ما ملت ایران دشمنامون رو اربا کنیم. این هم یک تصویر واقعی از آخر عاقبت هارت و پورتای آخوندا. در پایان توجه شما رو به یه ابتکار دیدنی جلب می‌کنیم که تلفیقی از خلاقیت، نقاشی و نورپردازیه.